برادران عزیز، حقیقتا دوست داشتن به خاطر خدا این بسیار یک دوستی بردوام است. پس سنت همین است، کسی را دوست می‌داری بگو که من تو را دوست می‌دارم. برادر عزیز، به خاطر قد و قامتت نه، به خاطر بچه فلانی و فی نه، به خاطر که تو در فلان کرسی نه، به خاطر که مرا مقصد مبلغ میتی یا که من حسابی تو نان و آب میخورم یا که تو پول داری، به این خاطر نه، به خاطر خدا دوستت میدارم. وقتی آدم یک کس اعلان میکنه که به خاطر خدا دوستت میدارم، این آدم برادر عزیز همیشه در نسبت او یک باوری بسیار کلانی را پیدا میکنه. یعنی همیشه در گوشه خاطرش این میگذرد که من نفر دارم که یک روز پستی و سختی که آمد با او من تکیه میکنم.